با سلام به همه شما بینندگان عزیز. این هفته آفساید گیری میکنیم از یک مناظره داغ و جنجالی که ظرف 2 ساعت تصویر تمام نمایی از وضعیت نظام توی باتلاق سیدعلی ارائه کرد. مناظره‌ای بین یکی از بلندگوهای دلواپس‌ها که خودش رو اینطوری معرفی میکنه: برو جهنم، بی سواد، از مسائل دنیا بیخبری. معرفی خوبی بود برای شروع. حسین شریعت مدار که توی این مناظره با شمشیر روزنامه کیهان قلقم میکنه. حالا میریم اون ور رینگ ببینیم جماعت جام زهری کی رو فرستادن به این میدون که یکی از مدافعین پروپا قرص دولت نهم دهم شما بودید، تا روزهای آخرم دفاع کردید از آقای احمدی نژاد، تا روزهای آخرم حمایت کردید. همین بود که همین آقا بود که این مسائل مالی رو به وجود آورد. ظاهرا اینم هنوز چیزی نشده، آمپرش چسبونده. صادق خرازی، سفیر سابق نظام در فرانسه که توی سازمان ملل هم قبلا دستش بند بوده. یعنی یک جام زهری 2 آتیشه قشنگ موروغنی که اومده صاف کنه. پس با 2 تا حریف آشنا شدیم. حالا میریم سراغ روند اول، یعنی بحث فیش‌های حقوقی. ببینید، مسئله فیش‌های حقوقی فقط مسئله مبالغی که این آقایون به غارت بردن نیست، مسئله فراتر از اینه. چیه؟ کسی که حقوقای 10 میلیونی میگیره در فلان شرکت دولتی به عنوان عضو هیئت مدیره حضور پیدا میکنه، مثلا چون من میدونم مثلا ماهی 1 بار 2 بار 3 بار، هفته 1 بار بگیم 4 بار شرکت میکنه، یه دفعه ببینید چند 10 میلیون بابت اون پاداش میگیره. ببینید چنین آدمایی هرگز نمیتونن با اقتصاد مقاومتی همخوان باشن. پس اینکه اقتصاد مقاومتی پا نمیگیره علتش اینه چون آدمهایی تو کار اقتصاد مقاومتی هن که خودشون اقتصاد دارن. هر جلسه که میره میشینه تو هیئت مدیره یه چای شیرینی میخوره 10 میلیون پاداش میگیره. برای نشستن 10 میلیون میگیره. خب دیگه چه نیازی به فعالیت اقتصادی؟ مشکل اینه. ببینید مشکل اینی که گفته میشه اینا آقام فرمودن اینا بایستی برکنار بشن، حقوقا رو برگردونن، به خاطر که چنین آدمایی اصلا شایستگی ندارن در چنین جایگاهی حضور داشته باشن. متشکرم. بله، میگه شما باید برید کنار، پست و مقام ها رو بدید به ما، به دار و دسته دلواپس. بعد یه جوری اینو میگه که انگار این دلواپس ها تا حالا اصلا نبودن توی حکومت، داشتن توی مزرعه ویل میزدن. پس اون دوره احمدی نژاد کیا سر کار بودن؟ اون موقع چه اتفاقی افتاد؟ همون رئیس دولتی که شما طرفدارش بودید در مقطعی که رئیس شهرداری بود، شهرداری تهران بود، بدترین فجایع مالی در شهرداری تهران اتفاق افتاد و شهردار بعدی اومد اسنادش هم آورد، شما حاضر نشدید مطرح کنید. چرا بحث فیش‌های حقوقی رو در ادوار مختلف مطرح کردید؟ فساده. یعنی میخواد بگه که پدیده مدیران مفتخور چیز جدیدی نیست توی این نظام. الان بوده، قبلا هم بوده. یعنی همچی هنری نکردی که الان کشفشون کردی. حالا مبالغش یکم کمتر یا بیشتر، ولی همیشه بوده. حقوق‌های کلان در دولت قبلا بود، اطلاع هم داشتید. بسیاری از مفاسد مالی وجود داشت. 700-800 میلیارد دلار پول این مردم به غارت رفت. کجا رفت این پولا؟ 700-800 میلیارد دلار؟ تومن نیست؟ دلاره؟ برای نفت و اینا؟ رقم جدی ها؟ حالا کجا رفت این پول؟ بالاخره توی این مملکت باید دست یکی باشه دیگه. چون تا به حال صحبت از 3000 میلیارد تومن بود که میشه 1 میلیارد دلار که یکم براش گرفتن. پس یعنی هنوز 700-800 نفر دیگه مثل اون دارن توی این نظام برای خودشون میچرخن. حالا که یک همچین افتضاحی توی مناظره رو میشه، توی روند بعدی دیگه هر کس میخواد خودش رو در ببره که اون موقع کجا بود و چی کار میکرد. اون موقعی که ما انتقاد میکردیم شما به به و چهچه میگفتین. چرا؟ شما دوستان شما، حالا شما رو من نمیگم، دوستان شما اجازه بدین، نه دوستان شما اجازه بدین، دوستان شما به به و چهچه میگفتن. سندش هست، روزنامه‌تون هست. شما همینطوری حاشا میکنید. اجازه بدید، نه دیوار حاشا بازه. ببخشید، ببینید سندش هست. این سنده خیلی مهمه. سندش هست. هر وقت توی بحث کم میاره یه بار اینو میگه.
خرجی هم نداره. کدوم سند کجا مهم نیست، مهم اینه که توی صحبت هی گاه و بیگاه بگی سندش هست. این تو رویه طرف مقابل خیلی تاثیر داره. سلام، خوش اومدی، سندش هست. با تو هم سندش هست. حرف بیجا نزن، سندش هست. جناب عالی خیلی پرتاب تشریف داری، سندش هست. بعد که اومدن توی دادگاه اسنادش هست. خب من سند دارم. ببینید که آقای خرجی حتما سند بدم. من سند میدم، ایشون سند. همه اینا اسنادش هست. دولت جدید وقتی که چین حالا سندش هست. خواهشم اینه که سند بیارم. موقعی که ما گفتیم سندش هست، سندش هست. دوستان شما به و چهچه میگفتن سندش هست و باید سند بیارید. همینجوری نمیشه. خب این دفعه که اومدیم ما با 2 تا کامیون میایم خدمت شما. کامیون چرا؟ من دارم مستندات رو میگم. حالا راه دور نریم، 2 تا کامیون سند نمیخواد. این 700-800 میلیارد دلار چی شد؟ اینم سندش هست یا نیست؟ ببینید 700-800 میلیارد منظورتون درآمدهای نفتی و درآمدهای دولت دیگه، اون 2 دولته. این حرف رو اگر عوام بزنن عیبی نداره، ولی از شما بعیده. چرا؟ برای اینکه خزانه دولت دخل بقالی که نیست، اینو شما میدونید. آقای شهریار سازمان برنامه رو منحل کردن که توش هر جور دوست دارن عمل بکنن. منحل کردن، به جای خودش هر کاری کردن. برید بررسی بکنید. پس برای اینکه این یکی سند نداشته باشه، یه سازمان برنامه‌ای بوده که باید نظارت می‌کرده، اونو منحل کردن که بعد بدون سند اون زیر قشنگ کار کنن. هوشنگ برو تو چلو کباب بردار بیار. و اما این که میگید 700-800 میلیارد دلار خزانه دولت، که جناب آقای خرازی دخل بقالی نیستش که بقاله دست بکنه تو دخلش بگه کوشنگ بدو برو یه دو پرت چلو کباب بگه بیار. اینجوری که نیست. خب اگر اینجوری نیست پس چه جوری بوده؟ بالاخره این دکل دزدی‌ها و اختلاس‌ها چه جوری انجام شده؟ بله، خزانه داشتیم ولی خارج از خزانه خرج میکردن. آقای طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی بهش گفتن فلان پول رو بده، نداد و عزلش کردن. آقای شریعت مداری پول‌هایی که آقایون توزیع میکردند، سفرهایی که میکردن، وارداتی که از چین میکردن، پولا رو عروسک میکردن، تو سفرهای این آقایون توزیع میکردن. ببینید تو سفرها چیکار میکردن. موضوع بحث قرار بوده اول یک موضوع بی خطر باشه، ولی هر چی جلوتر میرن میره توی جاده‌های فرعی که همینجور دونه درشت از همدیگه رو میکنن. موجی اوشکورم اون وسط کاری از دستش بر نمیاد و روی آنتن زنده همش پخش میشه. آقای شریعت مداری، همین آقایونی که شما میبرید هر دو برادراشون متهم به فسادن. چرا برخورد نمی‌کنن باشون؟ خب چرا شما الان 6 سال اون دولت حاکم بود؟ 6 سال اون دولت 6 سال بعدش گفتید اگر نمیگفتید آقای شریعت، اگر نمیگفتید اجازه هست. آقای شریعت اگر نمیگفتید دیگه حیاتی برای کار سیاسی شما وجود نداره. سندش موقعی که ما گفتیم سندش هست، میتونین مراجعه کنین به روزنامه که همین الان برید رو آرشیو کیهان ببینید که اون موقع ما میگفتیم و بعد مزد خدا بیامرزه که داروی بعد از مرگ سهراب آمدی. بعضی از دوستانتون اون وقت شرمنده میشن که اون موقع اون موقع دوستان ما زندان بودن و شما آزادانه حرفتون نمیشه. اون موقع دوستان ما همه تو زندان گرفتاری بودن. قرارمون این نیست که شما بزرگواران اونایی که به زندان افتادن اونا رفتن وطن فروشی کردن. فساد آقای شهریار، فساد وطن فروش و الان این جنبامختگی فکر نمی‌کنم برای مخاطب فساد من در فساد من فقط خواهشم اینه که سند بیارم. اجازه بفرمایید. بعد از این همه سند گفتن‌ها دیگه وقتشه که خرازی هم یک آپرکاتی بذاره زیر چونه شریعت مداری. به خاطر همین همه نیروشو جمع میکنه و اینو میگه اگه قرار به هول کردن باشه شما در این بعد از روزی که مسئول روزنامه کیهان شدید یک گام و یک قلم مثبت در جهت دفاع از کشور ننوشید. ببینید اینطوری که شما همینطوری بیاد یهو تهمت بزنید که درست نیستش که برادر. شما همینطوری اهانت میکنید، تهمت فکر میکنید روزنامه کیهان. چون چه اهانتی؟ چون ببخشید من از چراغ قرمز نداری. پس تا اینجا رو شد که برخی روزنامه ها مثل کیهان یا لسارات و اینا چراغ قرمز و اینا حالیشون نیست. چرا؟ چون وصلن به خود بیت. چون خود بیت عظما خارج از محدوده چراغ قرمز هاست، اینا میتونن توی اتوبان نظام بگازن و هر غلطی خواستن بکنن.
اما روند بعدی این مناظره در مورد زهر هسته‌ای یا همون برجام بود. طبعا سوال اول اینه که برجام چه گلی به سر نظام زده و چه دستاوردی داشته؟ همین برجام باعث شد که سیستم اتمی ایران از بین نره. همین الان شما خب آب سنگین ایران رو امریکا خریده. درست. روسیه از ما اورانیوم 3.7 میگیره، بهمون که زرد میده، بعد دوباره ما همون رو کار میکنیم بهشون میدیم. خب پس بعد از برجام دکان آب فروشی نظام رونق گرفته. یعنی این همه سال که جشن هسته‌ای میگرفتن و از کره شمالی و پاکستان جنس میخریدن و کارشناس میآوردن برای ارتقای صنعت هسته‌ایشون، دستاوردشون در نهایت این شد که همون چیزهایی که خریدن رو دوباره بفروشن. اقتصاد مقاومتی که میگن همیا. آقای دکتر خرازی میگن که باعث شد که این برجام باعث شد که ما الان آب سنگینمون رو میفروشیم. آب سنگینمون رو وادارمون کردن بفروشیم. اگه ما می‌خواستیم آب سنگین بفروشیم، میگن که ما تولید کنید. الان ما عراق و بتون آیار 40 آیار 40 عراق چون ما بتون ریختیم دیگه، مگه غیر از اینه؟ یا میگن که ما اورانیوم غنی شده 3.7% رو میدیم، به جاش کیک زرد میگیریم. کیک زرد میگیریم که چیکار کنیم؟ ما 10,000 کیلو داشتیم، 9,700 کیلوش ما گرفتن. آقا میگن که آقای خرازی میفرمایند که اینا رو ما به خارجی ها میفروشیم. ما وادارمون کردن بفروشیم. اصلا چرا این کار کردیم؟ پس این فروش آب سنگین اورانیوم غنی شده همچین درآمدی هم نداره که اقتصاد مقاومتی رو رونق ببخشه. پس این سانتریفوژ هایی که نگه داشتن، اونا چی؟ اونا به چه دردی میخورن؟ با اونا نمیشه یک اورانیوم گرونتری تولید کرد که درآمدش بیشتر باشه؟ چون میگفت که مثل که کیفیتشون بالاتره. اما این که میگید کیفیت سانتریفیوژ ها، کدوم کیفیت سانتریفیوژ ها؟ آراندی رو اشاره کردیم، مثلا تو فوردون ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ آرگون تزریق کنیم. خب به جای اون میرفتیم آب هویج میگرفتیم باهاش. مگه ما اونجا رو درست کردیم برای اینکه آب هویج بگیریم؟ پس فتح الفتوح دیپلماسی هسته‌ای آخرش شد یک کارخونه آب هویج گیری. بابا این برجام هیچ کاری نکرد، بالاخره 6 قطعنامه قبلی شورای امنیت رو که باطل کرد، مگه نکرد؟ این که میگید قطعنامه 2231 تمام 6 قطعنامه رو، نه اینطوری نیست. 6 قطعنامه قبلی رو تجمیع کرده، تجمیعش کرده. خب شما وقتی ببرید اونجا فقط کافیه یکیشون وتو کنه، دیگران هم نمیتونه ازش برگرده، بعد دو مرتبه همه اینا باید مجددا برگرده. یعنی میگه نه تنها اون قطعنامه‌های قبلی باطل نشده، بلکه همش سرجم شده توی یک قطعنامه که هر کدوم از اون 6 کشور میتونن به تنهایی بگن که نقض شده و بعد هم همه قطعنامه‌های قبلی دوباره برمیگرده سر جای اولش. پس اگر برجام بعد از 1 سال اینه، چرا تمام مقامات نظام از صدر تا ذیل زیرش رو امضا کردن که سریع اجرایش کنن؟ یعنی راه حل دیگه‌ای نداشتن اون موقع؟ آیا شما راه حل دیگه‌ای هم داشتید؟ الان عرض می‌کنم. بله الان عرض می‌کنم. کشور رو به اینجا کشوندید؟ الان عرض می‌کنم. کشور رو من به اینجا نکشوندم. حالا میگم دوستانتون کسایی که با بله اونایی که اومدن وطن رو بفروشن به اینجا کشوندن. شما اقتصاد دیگه کشور اینجا فرمودن اقتصاد مقاومتی. نم هر چی میشه میگه اقتصاد مقاومتی. اگر اقتصاد مقاومتی تنها راه حل نظامه، خب پس چرا پیش نمیره و محصول نمیده؟ بله اقتصاد مقاومتی با کسی که میگه ما در ظرفیت تولیدمون در حد آبگوشت بز باشه، فقط میتونیم قرمه سبزی و بزباش تولید کنیم، اینو از دولت مردان نگفتم؟ به من چه ربطی داره گفت؟ شما گفتید اقتصاد مقاومت. اقتصاد مقاومتی با کسانی که میگن حتی مدیرم باید از خارج وارد کنیم، هم چیزی نیست. پس اگر از اقتصاد مقاومتی جز آبگوشت بزباش چیزی در نمیاد و پیش نمیره، دیگه حرفی باقی نمیمونه جز این که بگیم نظام توی بنبسته. این دیگه حرف ما نیست، این تنها نتیجه منطقیه که میشه از حرفهای خودشون توی این مناظره گرفت. شب و روزتون خوش. تو این روزا نمیفهمم تو اصلا با کی هم دستی، تو رو تا انتها رفتم، تو از هر سمتی بنبستی.